مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال و توپ باشید و کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کرده باشید که اگر سابسکرایب نکردید دکمه قرمز رنگ این پایین هست. حالا تو آپدیت جدید گویا شده سفید رنگ. توی بعضی از مدل های گوشی روی سابسکرایب شدن بزنید، زنگوله رو هم بزنید که حالاها با این مدیرای حشری اند عصبی که یه مقداری با پدیده‌ای به اسم کافور هم ناآشنایی دارن و تو هر سوراخی دوست دارن فرو بکنن با شما هستیم و تقاضا میکنم که حمایت کنن از اسپانسر محترم برنامه. یه مقداری از اینا اگر استفاده بکنن، اینا درجه حرارت بدن، میزان حشریت، عصبیت و این چیزها رو هم پایین میاره. در طول این 2-3 هفته گذشته اگر رسانه ها و خصوصا کانال پشت پرده رو دنبال کرده باشید، یه مقداری این خبرهای کنکنی یه سری از این مدیرها خصوصا در استان گیلان حسابی در رسانه ها وایرال شده و یه مش لواط دارن تو لواطکار به اصطلاح دارن تو مملکت مدیریت میکنن. البته شایعه های زیادی هم بود که مثلا تو قم مخصوصا تو حوزه علمیه‌اش، چون به حال اونجا جنس مؤنث نیست، آقایون با آقایون همونجا میذارن کون هم دیگه و یادشون میدن که بعدش که اینا رفتن رو منبر چجوری بذارن کون ملت. یعنی از خودشون شروع میشه که بعدش بخوان بذارن کون بقیه. و نکته‌ای که مهم هستش، من دیدم خیلی برای من دامن چیه؟ دایرکت و کامنت اومده بود که آقا ماجرا چیه؟ چرا داری یکی پس از دیگری این فیلم چونچونکا و لواط این مدیرها پخش میشه؟ چرا از استان گیلان شروع شده و چه اتفاقی افتاده؟ یهو میخوان آیا حواس مردم رو پرت بکنن؟ ماجرا از چه قرار هستش؟ تا باشه از این حواس پرت کردن ها که اینا آبروشون میره و به حق واقعی خودشون میرسن. یعنی تازه این یکی از استان ها هستش و توی حالا چند تا از دستگاه و ادارات داره این اتفاق میفته. از مدیر کل سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان آقای رضا ثقتی بگیر که از قدیم هم میگفتن تو منطقه گلسار، نمیدونم چارا گلسار و اینها میذاشته چونه یه عده بسیجی، تا فرمانده نمیدونم سپاه فلان ناحیه و نمیدونم امام جمعه خمام و اداره راه و شهرسازی و ماجرا از این قرار هستش که وقتی یه موضوعی وایرال میشه و حسابی توی فضای مجازی راجبش صحبت میشه، البته این تجربه هستش که ما تو طول این چند سال گذشتن به حال به دست آوردیم در فضای مدیایی و فضای اینترنتی. 2-3 تا دلیل وجود داره، حالا دلایل مختلفش رو میگم. دلیل اولش این هستش که وقتی این قضیه حسابی وایرال میشه، یه عده مثلا از یه شخصی فیلم دارن، عکس دارن، حالا صدا دارن، منبعی که این اخبار رو پخش میکنه اونا میگن که ما فلان خبر رو داریم، ما فلان وایس رو داریم، ما فلان ویدیو هم فلان کس داریم و اونها هم پی میبرن که این میتونه یه ارزش خبری داشته باشه یا این میتونه وسیله‌ای باشه که دهن اون طرف رو سرویس بکنن یا این فلان رسانه‌ای هستش که قدرت پخش و یا اصطلاحاً خایه پخشی همچین تصاویری رو داره، پس میریم بهش میدیم که این تصاویر رو پخش بکنه. این موضوع اول هستش. موضوع دوم، اصطلاحاً میخوان اون طرف رو ساکتش بکنن یا اون طرف رو سر جاش بشونن، چون تو اون سیستم همه چیز به صورت مافیایی جلو میره. یه سری مداح توی یزد چند وقت پیش خبر رسیده بود، اینا اومده بودن مداحی کرده بودن و مثلا راجع به حضرت زینب و امام حسن و امام حسین و کل ائمه خونده بودن. بعد توی یه تیکش اومده بودن گفته بودن که تو شهسوار ماهی، نمیدونم تو راه نجات ماهی و فلان اینا. بعد دوستانی که حالا این ور آب هستن، یه تیکه از اون نوحه‌ای که هولوش 7-8 دقیقه بود برداشته بودن جدا کردن، گفته بودن که خب این ربط داره مثلا به
پادشاهی و سیستم شاه و این صحبت ها، این ماده ها مثلا ماده های مبارز هستن. البته خب خیلی از ماده ها این کار رو انجام دادن. از اون طرف تو ایران ماده ها آدم های بسیار پرنفوذ لابی زدن، وزیرا به اون 2 نفر زدن، چند نفرشون اصلا بازداشت بودن، یکی 2 تا از این ماده های یزد بازداشت شده بودن. میخوام به شما بگم که تو اون مملکت از امام جمعه و فرماندار بگیر تا ماده، هر کسی هر لابی که داشته باشه سنگ تموم میذاره، خب که خودش بره بالا. اون وسط هم یه سری از این چتا و فیلم ها و لواطکاری ها چونچونک بازی هاشون میاد بیرون. پس این میتونه دومین دلیلی باشه که این اتفاق میفته. و از اون طرف به حال دستگاه اطلاعاتی و امنیتی که تو اون مملکت هستن به حال یه سری شیطنت ها میکنن دیگه. ما پرستوهای نر داریم که اصطلاحاً کونیمونی هن، پرستوهای ماده هم داریم و اون پرستوهای نر و ماده بر اساس موقعیت‌های مختلف توسط دستگاه اطلاعاتی امنیتی استفاده میشن. من چند وقت پیش برای من یه منبعی 7-8 تا از این پرستوهای نر و ماده رو فرستاد، عکساشون رو، و اصلا شما قیافه این افرادی که میدیدی، مثلا قیافه دختره که میدیدی میگفتید تو دختر معصومی، یا مدل‌های مختلف هم داشتن ها، بی حجاب، مثلا طرف عکسش با سوتین و شورت بود، یه مدل دیگه‌اش بود. اینا همشون مثلا تحت استخدام دستگاه اطلاعاتی امنیتی هست. یه مدل دیگه شون بود دختره تیپی داشت، مثلا میدیدیش میگفتیم مثلا خانم دکتره، مثلا خیلی تیپ معمولی. یه مدل دیگهش بود دختره میدی قیافه مذهبی چادری، احتمالاً مثلا برای کیس‌های مذهبی، چون بعضی از این آدما هستن که جالبه مثلا دخترای انتخاب میکنن که ظاهرشون مذهبی ان ولی از اون ور زاویه صیغه میکنن، یعنی ظاهر مذهبی براشون مهمه برای کثافت کاریشون. تو که داری دیگه میکنی دیگه، حالا دیگه ظاهرا بعد برات مهم باشه. لامصب میگه نه من باید طرف معجبه باشه که بکنمش. نور عرفانیش میاد در درون من و باعث میشه که من به امام و انقلاب اسلام ارادت ویژه‌ای داشته باشم. پرستوهای نرم داشتن آقایونی که حالا تحت استخدام دستگاه اطلاعاتی امنیتی هن، نزدیک میشن به آدم‌های معروف. یعنی اکثر این مدیران و مسئولان اگه خودشون چونیمونی نباشن یا اگر خودشون لواطکار نباشن، یه فیلمی از خودشون یا بچه‌هاشون آرشیو دستگاه اطلاعاتی امنیتی دارن یا اون اهرام‌های فشار دارن. مثلا میرن پیش وزیر مثلا اقتصاد و دارایی، وزیر نفت، میگن آقا فلان قرارداد نفتی رو امضا کن برا ما، خیلی شیک و مجلسی. طرف نو بیاره فیلمشو پخش کردن دادنش بالا درخت. تو طول این سالهای گذشته ما در رسانه پشت پرده تا دلتون بخواد از این نوع فیلم ها عکس زیاد برامون ارسال شده، حالا چه از طریق حالا منابع آشنا یا چه از طریق منابع ناآشنا، حالا چه اون افراد سیاسی بودن یا چه اون افراد غیر سیاسی به حال معروف و مشهور بودن. ما در رسانه پشت پرده خیلی دقت میکنیم که اصطلاحاً نردبون یا اهرم فشار این آدم ها نباشیم برای باجگیری ها و امتیازگیری هاشون. بعضن هم ما ثبت میکنیم که ببینیم چند تا رسانه این خبر رو پخش میکنن و واکنش ها چی هستش و بعد از اگه دیده باشید بعضی از خبرها رو ما با فاصله پخش میکنیم تو رسانه پشت پرده. به هر حال اون افرادی که مخاطب رسانه پشت پرده هستن میدونن که ما در رسانه پشت پرده به دور از گرایش‌های سیاسی و مذهبی اخبار رو پخش میکنیم. بنابراین صبر ما و یا دیر پخش کردن یه سری اخبار در رسانه ما دلیل بر کند بودن نیست، دلیل بر تحلیل و آنالیز کردن اون خبر و اصطلاحاً اتفاقات پس از انتشار اون خبره که ما صبر میکنیم در رسانه پشت پرده. وگرنه مخاطب‌هایی که ما در رسانه پشت پرده داریم هولوش 90 تا 95% متفاوت‌تر از مخاطب‌های مثلا فلان کانال یوتیوبی یا فلان رسانه هستش و میدونیم که اون مخاطب‌ها قطعا این خبر برای اونها دست اول خواهد بود. همه این توضیحات رو دادم که به شما بگم که اگر مدیر و مسئولی یه مقداری کافور بخور، زیپ شلوارتو سفت بکن و اگر هم آدم عادی هستی بدون که خبر داره از چه منبعی پخش میشه که سرگرم نشی، گولت نزنن و خبرهای اشتباه به خوردت ندن. خیلی مخلص. اگر دوست داشتید ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.